فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وإن كانت حد قذف نحوه مكنه منه أو طلب عفوه. میگه که اگر گناه تعلق به حق انسان داره، ما گفتیم که بعضی گناه ها حق بنده ها است که یک کس مال یک کس بدون اجازتی و بدون اجازتی مالش میگیره، میدزه یا که غصب میکنه، به زوری میگیره، باید همین مال برگردونه بده. یا که بعضی گناه ها است که انسان در حق یک انسان میکنه، در شریعت حد داره. به مثال اگر یک انسان یک زن پاکدامن تهمت به زنا بکنه، در شریعت حد داره، مجازاتش حد است. اگر حکومت اسلامی باشه بالای حد جاری میکنن. بعضی گناه است که انسان یک انسان تهمت میکنه، غیبت میکنه، آبرو و عزتش از بین میره، باید پیش همون نفر بره بگه که من در حق تو امروز تهمت کردم و تو غیبت کردم، آبرو و عزت از بین بردم، اینا من در پیش تسلیم هستم. هر کاری که میکنی بکن، نیکی همین است که باید همین حق خطا ببخش که مبادا در روز قیامت اگر در دنیا انسان حقش نبخشه، در روز قیامت از او پرسیده میشود. در روز قیامت از این حق حتما پرسیده میشه و حق انسان اگر در دنیا حقش نگرفت، حتما در روز قیامت حقش میگیره. امروز کسایی که چی قبول مردم ظلم میکنن، تا حکومتایی که حق مردم نمیدن، یا کسایی که با قوت زور حق مردم میگیرن، حتما این مردم حقش در روز قیامت در نزد رب العالمین از اینا طلب میکنن و میگیرن. و در اون روز آیا در بدلش مال میگیرن، جا میگیرن، مقام، منصب، خانه، طلا، نخره؟ نه، همون کارهای خوبی ها اینا را میگیرن. اگر کارهای خوبی نداشته باشن، همین گناه های همین ها در سر گناه های اونا یک جا جمع میشه و عذابشو زیادتر میشه. باید امروز کسایی که حق مردم نمیتن، بالای مردم ظلم میکنن، خاصتا کسایی که در سر قدرت هستن، پادشاه هستن، بگیم که یک وزیر هستن یا که یک رئیس جمهور هستن که بالای مردم قیم روز ظلم میکنن، حتما این مردم در روز قیامت حقش از شما طلب میکنن.